صدا رو گوش کن. بنازم. سیب زمینی خوشمزه هلندی. استادشم. زای من خیلی پایین، الان نشونتون میدم. یه سناریو رو میگم اجراش کنن. بچه‌ها ژست رهگذر به خودتون بگیرید. من هم قیافه جانی دپو دارم، هم قیافه امین حیایی، ولی از همه شبیه به نویدم. روشن کمی تیر نزدیکم. تیری تو بویزه بشم قشنگ برگرده. لحظه خداحافظی رسید. الان به یه جایی رسیدیم، یه نمایشگاه محلیه ظاهراً که من یه جوری میگیرم از پشت سرم معلوم باشه. فکر کنم چیز میفروشن، مثلا نوارای گرامافون و اینجور چیزا. اینا سی دی هن. جالبه. نمایشگاه موزیک های فراموش شده، میدیاهای فراموش شده و اصلا وایبش خیلی محلیه، انگار توی یه روستایی مثلا داریم راه میریم، تربچه و میوه و اینا آوردن گذاشتن، خیلی باحاله. خب بچه هامون هم جلوترند، خیلی جلوتر، من جا موندم ازشون. اینجا خیلی باحاله. تموم شد. دوچرخه ها رو ببینید چقدر دوچرخه هست. همه با دوچرخه میان و میرن، اصلا ماشین کمه، خیلی ماشین کمه اینجا. وقتی رد میشیم باید حتما مراقب باشیم که دوچرخه میاد یا نه. برعکس جای دیگه باید مراقب باشیم ماشین میاد یا نه. اینجا رو چقدر فضا به دوچرخه اختصاص داده شده و واقعا هم دوچرخه سواری خیلی لذت بخشه. اینجا از یه جاهایی رد می شدیم جنگل، عین مثلا اون تصویرسازی هایی که راجع به آلیس در سرزمین عجایب و اینا تو کتابا شاید دیده باشید قدیما. یه همچین فضاهایی بود. خیلی من حال میکنم با فضای ندرلند، واقعا خیلی باحاله. عزیزم حال میکنی؟ بسیار. هارلم اصلا زیبا. دارم لذت میبرم. دیگه هارلم معروفه. من چه چیزیشو بیشتر تو هارلم دوست داری؟ توی هارلم آرامشش که فوق العاده من واقعا است. تجربهش کردم. آره، یعنی اصلا حس میکنی مردم خیلی آرومن، مردم خیلی مهربونن. دقیقا مثلا همین نما رو نگاه کن، مردم کلی دارن میان ولی آروم. آره. نه نویزی هست نه هیچ. بعد شهرهای دیگه، نمیگم همه شهرها، مثلا شهرهای شمالی تر یا شهرهای جنوبی تر، اگه شهر بزرگ باشه که دیگه مشخصه دیگه مولتی کالچورال، ولی شهرهای کوچیک معمولاً بیشتر هلندی هست. ولی هارلم یکی از اون شهرهاییه که خیلی بزرگ نیست، خیلی دلنشینه و همون چیز مولتی کالچورال رو هم داره. نایس نایس. داریم میریم مرکز هارلم.
بریم اینجاها رو نگاه کنیم. این گوشه به به چقدر باحال. گل فروشی اون برای سیب زمینی خوشمزه هلندی. استادشم بنازم بچه نظرتون چیه؟ çok güzel, çok. نظر من خیلی خوشمزه نیست، نخورید. چون معتادش خودش میخواد بخوره ببین با اون چیزایی که قبلا خوردیم چه فرقی داره؟ ببین حجم داره ولی داخلش انگار پوک شده، یعنی انگار داری مثلا پفک میخوری. پفکیه؟ پفکیه سیب زمینیش و خوشمزه، رگ تلخی اینا اصلا نداره. نایس، خیلی خوشمزه. اصلا یه چیز عجیبیه، این سیب زمینی نیست واقعا، خیلی باحاله. انگار پوره سیب زمینیه رو سرخش کرده. لحظات زیبایی رو داریم سپری میکنیم در کوچه های نیدرلند، هارلم. و این دوستای من خیلی پاین، الان نشونتون میدم. یه سناریو رو میگم اجراش کنن. ژست رهگذر به خودتون بگیرید. مثل دیروز. آره مثل پهیر. همه ولو شدن این ور. آقا از اینجا رد نشد. حامد خب حالا ژست دوستانه بنازم. دوستید الان برگردید به حالت قبل. بریم به حالت نورمان. برید به حالت نه ژست پیکنیک به خودتون بگیرید. پیکنیک رفتید پیکنیک. والا خب چونش دنیش کباب میزنه. نه صندلی پیکنیک نه. بچه ها ژست خرید. اون ژست زامبی. ژست گفتم بهتون. برعکس تجربه دیشب که توی آمستردام بودیم، اینجا تو هارلم الان که ساعت حدودای فکر کنم نزدیک 6 و همه رفتن خونه، هیچ کس نیست و شما کل شهر رو میتونی خلوت ببینی. بعد تمام اون ریزکاری‌ها و طراحی‌هایی که انجام شده تو ساختموناشون، توی جاده هاشون، تو پیاده روهاشون، همه چی توی بدون حضور آدما میبینی و چقدر واقعا من الان لذت میبرم از این طراحی که کردن. بعد بوی پاییز میاد. من خیلی وقت بوی پاییز رو یادم رفته بود. اینجا قشنگ بوی پاییز میاد. دقیقاً بر حسب اتفاق ما یکی از بهترین تایما اومدیم هلند و واقعا زیباست واقعا. مثلا میدونیم بوی پاییز واسم چجوری؟ بوی اون چوب خیس، بوی برگای خشک شده ای که بارون بهش زده، بوی نارنگی، بوی مثلا خیلی باحاله. دقیقاً برگ درختا ریخته رو زمین، درختا دارن سبز رنگ زرد دارن میشن سبزن همشون. اصلا ببین الان شما چیزی که داری میبینی والپیپره، یعنی عملا والپیپره و این والپیپر یک فضای زنده است. من همینجوری دارم میچرخم، یعنی هر فریم
یه والپیپر واسه خودش. فضای عجیبیه واقعا. این مردم تو بهشت دارن زندگی میکنن، واقعا تو بهشت دارن زندگی میکنن. امیدوارم ما هم به عنوان یک ملت یه بهشت بسازیم برای خودمون. ماکارونی ایرانی هستش با شربت زعفرون و اینکه خیلی چرب و چیلی و خوشمزه. از کنجه داشت گرفتی؟ تهدیگ زعفرونیه. بزن زنگو ببینم چی بیژنو. بچه ها متاسفانه تحریک دوست ندارن و دروغ. این مشکلیه که جوونه هم آقای بزرگان و هم شما دو خانم محترم متاسفانه تحریک دوست ندارید و من قبول میکنم دیگه. قبول میکنم که کلی تحریک من هرگز این گل من این مشقت رو میپذیرم. بچه ها میدونستید ایرانیا رو زمین غذا میخوردن و میخوابیدن؟ ژاپنیا هم و این خیلی حس باحالیه. میدونستید؟ شما با زمین کانکت میشی. البته الان طبقه 4 ولی با زمین طبقه 4 کانکت میشیم. صدا رو گوش کن. بنازم. نایس. همه دوافم. نه ببین من اینو دوباره کت میکنم. واقعا کد میکنی یا کت میکنی؟ کت میکنی کت که میکنم. کت بشه. کت میکنی که اینجا بشه. خواهی ما با چه دستگی؟ اون دیگه در هر کس در هر بچه ها دقت کردید کات کردن کد کت کردن تو کردی اجین میگیم. آره تو کردی میگیم کوتیکا یعنی قاچش کن و تو انگلیسی هم میگیم کاتید و خیلی جالبه. آره باحال. معلومه که انگلیسی از کردی گرفته. بریم تو کارش. ما رفتیم. منم میام. من داشتم کار میکردم، داشتم مونولوگ 8 و توضیحاتش رو می نوشتم که سریع پابلیش بشه و یه دفعه منو سورپرایز کردن. خانم روژان، خانم سومی اومدن کیک آوردن و منم واقعا خیلی خوشحال شدم، چون که من دوست دارم مثلا یه نفر یه کاری رو خودش انجام میده، خیلی واسم باحاله. تازه بین کیک موز و پیکانه. یس بنازم واقعا خیلی قیافش هم خیلی باحال شده، یعنی کاملا حس مثلا به این فضایی که توی مدت توش بودیم میخوره. مثلا فرمای منحنی و بعد رنگی شبیه مدرسه شبیه مهد کودکه، مثلا توی فیلم های خارجی هم احمدی. خیلی باحاله. بفرمایید کیک. میشه جان. بچه یه نکته رو اضافه کنم، روژان چون خیلی هنرمنده دستپختش هم واقعا عالیه. جوجان دوستش از استانبول اومده. ببین واقعا دستپخت روژان عالیه. واقعا مرسی. من یعنی غذا درست میکنی؟ خوشحالم که اینطوری فکر میکنین. خیلی هم دوستتون دارم. ما هم خیلی دوست داریم. واقعا. ولی مثلا بوی برنج میاد، بوی این خورش مثلا داره درست میشه، از وسطاش بو میاد، خیلی بوهای ایرانی خوشمزه واقعا. مثلا آدم دیگه تا وقت نهار میشه دیگه معده‌شو از دست داده از ضعف.
حالا بسا خوش به واقعا خیلی خوشحالم. خوش کردیم. تیپ پاییزی از الان ها شروع شده، میدونی؟ الان میدونی مثل کی هستی؟ کاپیتان جک تو دوزان کارایی اسمش چی بود؟ جانی دپ. من هم قیافه جانی دپ رو دارم، هم قیافه چیز من بنازم. هم قیافه منم برازم. هم قیافه امین حیایی. ولی آفرین. ریشه‌مو میزنم شبیه امین حیایی. ولی از همه شبیه به نویدم. نه ناوید شد. نوید. ساعت آخره و داریم جمع میکنیم بریم. الان روژان داره با متا کوست بازی میکنه. وقتی گرفته تیر خیطنایش بود سکت. ما هم اینجا روی این گوشی داریم میبینیم. وایسا بو ایسف من تیری به داره تیر عوض میکنه. خشم. آماده ای؟ Okay, that way. بزنش خب. خب همونه درسته دیگه. الان پشت فنسایی. No. You're not getting me now. No. You're not getting me now. You're not getting me now. Never. منم زد. او مای گاد. روژن کمی تیر نزدیکه. تیری تو بویسه بشون خشب برگرده. دنبال خشاب میگرد. تیر نداره. حامد جون در چه حالی؟ سلام عزیزم. داشتم سلام عزیزم. میلا رو چک میکردم و بنازم. کاری خاصی نداد. بنازم. میلا رو چک میکردم و یه سری توییتر رو چک کردم. بنازم. مگس میپرونم. مرسی. الان توی فرودگاه لحظات آخر رو دیگه. اون دفعه قبل ساعت آخر بود، الان لحظه های آخره. چیپس هم داریم. چیپس روژان رو تمام کردیم. فارمر داچ فارمر و منتظریم که شما به سلامت بریم. بنازم. همین دیگه و قراره خیلی زود دوباره همدیگه رو ببینیم و ناراحتی جایز نیست. That's right. چون ما 2 سال همدیگه رو ندیدیم. الان که تو همون 2 سال گذشت، همین 2-3 روز. آره قراره خیلی زودتر همدیگه رو ببینیم. نایس. و من خوشحالم. ما هم خوشحالیم. خب بنازم شما چی؟ منم دیگه تقریبا یه حس بین قصه ناراحتی و استرس امتحان و
خوشحالی محیط جدید 3 تا حس دارم. اینا با هم دیگه دارن میان و میرن و این حس رو دارم. بنازم لحظه خداحافظی. نه پشت سر مسافر گریه شگون نه. پشت سر مسافر گریه نگید. اتفاقا یکی دیگه از دوستامونم اینو گفت، وحید. خب منم خیلی خوش گذشت واقعا این 2-3 روز. رفتیم تجدید میثاق شد. آمستردام تجدید میثاق کردیم. سلام میثاق جون. اگه داریم ما رو میبینی سلام. آره خیلی خوش گذشت و دیگه باید دوباره برگردیم به روال عادی زندگی، کار و چه میدونم بدبختی و کوفت و زر. یه برگرد به همون زندگی کثیف روتین تخمی. بچه پس بریم سراغ زندگی همون. آره ولی به قول روژا هم گفت دوباره این پایان نیست، این شروع پایان دیدار دوباره در آینده است که قراره بچینیم برای حالا یا کریسمس یا بعدش دوباره هم دیگر رو میبینیم و اونجا ادامه این ماجرا رو ادامه ویدیو رو اونجا ببینید. آره. سیزن سیزن من دقیقا. این اپیزودمون احتمالاً طولانی تر بود و دیگه دوست داشتیم همه لحظه ها رو قشنگ بچینیم توی یه ویدیو. اصلی فیلم رو الان یکی میاد منو هدشات میکنه. مرسی که دیدید. منم البته بگم از این صحبت ها رو که خیلی خوش گذشت و خیلی ممنونم ازتون دوستان. امیدوارم که عمرتون بلند باشه و کریسمس هم ببینیم همون. و دیگه بقیهش رو میدونید دیگه خودتون. اینا اتوماتیک جنریت میشه تو کالچر ما. تعارف وگرنه ممکنه 2 سال من احساس کنم دیدار بعدی 2 سال دیگه ممکنه یه دفعه جنگ میشه آقا درا رو میبندن کلا. مرسی دیدید. بدرود.